سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: راهپیمایی هواداران دسته انتخاباتی اصلاحات همگرایی در اعتراض به تقلب‌های انتخاباتی. هشدار و کمیسیون‌های انتخاباتی اگر به خواست‌هایمان رسیدگی نشود به تظاهرات خود ادامه خواهیم داد. ما تقلب نمی‌خواهیم، و ضد تقلب آمدیم. کی تقلبکارا، این خائنین باید محاکمه شود، هر چیز زودتر. عبدالله خواهان برگزاری دوباره بخشی از انتخابات ریاست جمهوری. کمیسیون مستقل انتخابات آماده اعلام نتایج ابتدایی. نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بر روز 11 سرطان اعلام می شود. کمیسیون مصمم است که مطابق به زمانبندی که مشخص شده نتایج هم اعلام شود. افزایش پناهجویان پاکستانی در ولایت خوست. رئیس جمهور کرزی از نهادهای امدادرسان می خواهد تا به این پناهجویان کمک کنند. و اطمینان نخست وزیر پاکستان به باشنده های وزیرستان. روزهای سخت جنگی در این منطقه به زودی پایان می‌یابد. من فواد امان هستم. وزارت ارشاد حج و اوقاف اعلام کرده است که یکشنبه 8 ماه سرطان برابر است با روز نخست ماه مبارک رمضان. سازمان ملل متحد با نگرانی جدی از وضع در ولایت هلمند خواهان توقف کشتار غیر نظامیان از سوی گروه‌های درگیر در این ولایت شده است. این سازمان تلفات غیر نظامیان را به هیچ رو پذیرفتنی نمی‌داند و می‌گوید که آسیب رساندن به غیر نظامیان مغایر تمامی قوانین پیمان‌های جهانی است. بر بنیاد آمارها نزدیک به 35 غیر نظامی در هلمند کشته شدند و بیش از 100 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور کرزی میگوید که در جنگ هلمند خارجیان دست دارند و از طالبان میخواهد تا از همکاری با خارجیان دست بکشند. از سوی هم وزارت امور داخله میگوید که نیروهای امنیتی پیشرفت‌های خوب در این نبرد داشتند. عبدالله با شمار از هوادارانش در اعتراض با آنچه کاربرد تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گفته شده است راهپیمایی کردند. هواداران آقای عبدالله میگویند که اگر به خواستهایشان به ویژه جداسازی آرای سیاه از آرای سفید رسیدگی نشود به اعتراضهایشان ادامه خواهند داد. پایتخت این جمعه را متفاوت‌تر آغاز کرد. جاده‌های بخش‌های از کابل چهره دیگری به خودش گرفت. چهره اعتراضی. بسیاری از جاده‌ها برای رفت و آمد بسته شده بودند و گشت و گذار مردم نیز بسیار کمرنگ بود. اعتراض از بحر آنچه که کاربرد تقلب سازمان یافته در دور دوم انتخابات گفته می شود. از آغاز صبح شمار بزرگ از هواداران عبدالله به جاده ها ریختند و چندین کیلومتر راهپیمایی کردند. اینان از دشت برچی در غرب کابل تا اینجا چهارراه پشتونستان راهپیمایی کردند و در اینجا با دیگر اعتراض کنندگان یکجا می شوند. راهپیمایان اما خواستهای یکسان دارند. خیانت کرده در حق ملت مردم. این رای خود خون ماست، رای ما خون ما. اما خیانت میکند، کرده حمایت میکند. رای خود را میخواهیم، رای ما عزت ماست، رای ما ناموس ماست، رای ما عزت ماست. ما بر تقلب نمیخواهیم، ما خیانت ملی نمیخواهیم. ما به خاطر دفاع از حق خود، ما تقلب نمیخواهیم و ضد تقلب آمدیم. ما میخواهیم که تقلبکارا به چنگ قانون سپرده شود. عبدالله نیز در میان هوادارانش دیده می شود. او یک جا با هوادارانش دقایقی را در برابر در ورودی ارگ ریاست جمهوری توقف کردند. هوادارانش میخواستند تا داخل جاده ارگ ریاست جمهوری شوند، اما جلو آنان گرفته شد. کرزی که از قهر خدا نترسید اما از خشم ملت بترسد که ملت هیچ وقت نمیمونن کرزی به این حالت. همه وسیله تقلب و تخطی و تخلف خود آقای کرزی است. کی تقلبکارا، این خائنین باید محاکمه شود، هر چیز زودتر این تقلب آور دارند. در این راهپیمایی آقای عبدالله خود در میان حامیانش قرار گرفته و داره راهپیمایی می کند. آقای عبدالله الان نزدیک به 1 ساعت است
که در جاده های پایتخت راهپیمایی میکنند. آقای عبدالله با حامیانش به درب ورودی ارگ ریاست جمهوری نیز حضور پیدا کرد و در آنجا حامیان آقای عبدالله از حکومت خواستند تا آرای پاک را از آرای ناپاک جدا سازند. باید گفت که حاجی محمد محقق معاون دوم عبدالله نیز اینجا در میان حامیانش حضور دارد و در بالای این موترها هر دو دارند راهپیمایی میکنند. تنش‌های انتخاباتی هر روز بالا می‌گیرند. رابطه عبدالله با کمیسیون‌های انتخاباتی هنوز به حالت عادی برنگشته است. این در حالی است که قرار است تا کمتر از یک هفته دیگر نتایج نخستین انتخابات اعلام شود. اما اعتراض روز گذشته باشندگان چهارراه قنبر به خشونت کشانیده شده و در نتیجه 1 تن کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. شمار از باشندگان چهارراه قنبر میگویند که نیروهای ارتش ملی بالای این فرد شلیک کردند و وی را کشتند. اینان فرمانده فرقه 111 را به کشتن این فرد متهم می‌سازند. اینان باشندگان چهارراهی قنبر کابل هستند که در مراسم به خاکسپاری همسایه‌شان آمدند. اینان میگویند که این فرد روز گذشته در نتیجه شلیک گلوله از سوی نیروهای فرقه 111 کابل کشته شده است. بیگناه وشتلی دی، ظالمانه وشتلی دی، دکاندارو د چری پر غاړه باندې رومیانو بنډي خرڅولې. سراغ توزیع کردن، پول توزیع کردن، جایی که ما برادر جنازه او توزیع کردن. و گذشته ما همین فقط از کلیدی خود دفاع کردیم، از سیستم برق خود دفاع کردیم، از پارک خود دفاع کردیم. اون نتیجه دفاع ما همین شد. هیچ کس به داد ما نرسید. این باشندگان فرمانده فرقه 111 کابل را به کشتن این فرد متهم می‌سازند. د مارکیټ څخه چې رالی کور ته راتلی د 111 فرقې قومندان قدم شاه په قومنده سره زما پر زوی باندې پیرونه سوي دي، زما زوی شهید کړی دی. اما فرمانده فرقه 111 ارتش ملی در کابل در این باره چنین میگوید: زمین را نگاه میکنن، غاصبین آمدن بالا از حمله کردن و هم فایر از طرف غاصبین صورت گرفته و هم از طرف رسایسات. در نتیجه 1 نفر کشته شده و چندین نفر هم از سربازای رسایسات ما زخمی شده، سنگ و چوب و اشتها. باشندگان چهارراه قنبر میگویند که روز گذشته به خاطر مشکلات نبود آب و جاده به گونه اعتراض به جاده ها ریختند. اما فرمانده فرقه 111 این گفته‌ها را بی بنیاد میداند و میگوید که اینان با استفاده از این کار میخواستند که زمین های مربوط به وزارت دفاع را غصب کنند که سرانجام در رویداد دیروز 1 تن کشته شد و 4 فرد غیر نظامی و شمار از نیروهای ارتش هم زخمی شدند. نتایج نخستین انتخابات بر بنیاد جدول زمانبندی به روز 11 ماه سرطان اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بیش از 98% برگه‌های نتایج در بانک اطلاعاتی این کمیسیون ثبت شده است، در حالی که تیم اصلاحات و همگرایی خواهان برگزاری دوباره انتخابات در بخش‌هایی از کشور شده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در هیچ جای انتخابات دوباره برگزار نخواهد شد. پس از عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی، صدها خانواده پاکستانی به ولایت خوست پناه آوردند. این پناهجویان پاکستانی نیاز به خدمات بهداشتی، مواد خوراکی و آب آشامیدنی دارند. رئیس جمهور کرزی در پیام رادیویی‌اش از تمامی نهادهای مددرسان و بازرگانان می‌خواهد که به پناهجویان پاکستانی که به افغانستان آمده‌اند کمک کنند. اینان خانواده های پاکستانی هستند که پس از عملیات نظامیان پاکستانی مجبور به ترک خانه هایشان شدند و به اینجا آمدند. مردم خوست تا کنون توانستند به شمار از اینان مواد خوراکی و چادر کمک کنند. این پناهجویان خواهان کمک های بیشتری هستند. نن سلوارم په 15 شپږم ورځ د خلک چې د کوم نوی راغلي دي د تنه خیمه ملاو دي اوسه پر نه ترپل ملاو دي د غاز دلته د پال ناره کې پراته دي غونی شزینا کام دلګي چې میزونه رغلي دنه بعد مش لغار کیش فزنلش دنه بعد دنه مش کلی ولې دا ټول غوډي تر سره د غاز فزل جوړوي متخفل مرستانه د ملاو شوی مو د اندرم شپه چې پوغ چې د غاز به تنبینه د غاز میشه پروتای و میشته د بسخت تکلیف ده. مقام های محلی خوست وضعیت این پناهجویان را نگران کننده می دانند و می گویند که با نهادهای مددرسان گفتگو کردند و به زودی کمک های این نهادها به این پناهجویان خواهد رسید.
نن ورځ چې موږ د کم ته راغلي په دې کې رښتیا دغه مهاجر ورونه چې د پاکستان نه میرمنشاه او د دغه ساحې نه راغلي دي سخت ستونزې لري او هیڅ نه هغه امکانات انساني کومکونه که څومره چې موږ خوستې دره څومره واسه کومک یې کړی ده مګر موږ په دې نه هیڅ نه وابستنه نه کوو ځکه دوی ډېرې ستونزې سره مخامخ دي اکثریت نوي فامیلونه چې خیمې نه لري د خوراکي مواد نه لري اوبه نه لري. تاکنون در اینجا 3000 خانواده زندگی می کنند که به شمار از اینان مردمان این محل چادر و مواد خوراکی کمک کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که به زودی هیئتی برای روشن ساختن چگونگی زندگی این پناهجویان به خوست خواهد فرستاد. رئیس جمهور کرزی نیز از تمامی نهادهای مددرسان و بازرگانان می‌خواهد که به پناهجویان پاکستانی که از وزیرستان شمالی به افغانستان آمده‌اند کمک کنند. شریف امیری دوباره با ما از ولایت هلمند روی خط است. شریف، فعلا وضع در ولسوالی سنگین و دیگر ولسوالی‌های شمالی ولایت هلمند چگونه است؟ قسمی که پیشتر هم گفتم جنگ نسبت به روزهای گذشته از شدتش کاسته شده و هنوز هم جنگ در بخش‌های از ولسوالی سنگین و ولسوالی کجکی و ولسوالی نوزاد به گونه پراگنده ادامه داره و یک مورد هم که مقام‌های محلی در ولایت هلمند گفتند که در خط نخست طالبا هستند اما در خط دوم کسایی هستند که وابسته به نظامیای پاکستان و افراد آیسای و به طالبای افغان حتی هشدار داده میشه و یا به طالبایی که مربوط به پاکستان هستند که باید پیش برن و بر نگردن، اگر بر بگردند آنها کشته خواهند شد و مقام های افغان هم در تلاش ازی هستند که تا تمامی تهدیدها را مهار کنند و تا وضعیت دوباره به حالت عادی در بیاید. شریف، در ولسوالی های شمالی هلمند به ویژه ولسوالی سنگین از تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی شده. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده. تلفات غیر نظامیان در نبرد اخیر هلمند چی شمار است؟ بله، در این حمله البته آمار کسایی که حمله کردند متفاوت است. مثلا یک مقام امنیتی میگه که در حدود 2000 جنگجوی هراس افغان بر این بخشا حمله کردند و مقام دیگه میگه که در حدود 700 تن حمله کردند و این جنگجوی هراس افغان قسمی که مقام‌های امنیتی افغان میگن که به غیر نظامی‌ها بسیار زیاد تلفات وارد کردن و حتی کودک، پیر، جوان، هر کسی که در برابر اونا استاده شده سر اونا را میزنه و مردم از خانه هایشان بیرون کشیده و مردم هم محل ترک گفتن و وضعیت اکنون در حالت خوبی نیست. شریف، دو سوال اخیر از شما میپرسم. وزارت داخله گفته که ولسوالی سنگین حالا به گونه کامل از حضور شورشیان پاکسازی شده. شما که در محل رویداد حضور دارین، آیا واقعا ولسوالی سنگین حالا از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده و نیروهای امنیتی چی تدابیر به خاطر جلوگیری از دوباره برگشت شورشیان به ولایت هلمند روی دست گرفتند؟ قسمی که پیشتر هم گفتم نبرد به گونه پراگنده ادامه داره اما یک مشکل عمده ای است که در بخشای از ولسوالی ماین‌ها کارگزاری شده و ماین در واقع یکی از خطرناکترین راهبرد جنگی هراس افغانان جنگجو به ویژه در سالهای اخیر و به ویژه در ولایت هلمند و در این نبردها بوده و یکی از نگرانی عمده هنوز هم امی وجود ماین‌ها است و جنگ به گونه پراگنده است اما از شدتش نسبت به چند روز پیش کاسته شده. تشکر از شریف امیری، همکارم از ولایت هلمند. ادامه خبرها. شمار از فعالان مدنی در ولایت هرات از هر دو دسته انتخاباتی می‌خواهند که به تعهدهایشان به کمیسیون‌های انتخاباتی پابند باشند و تلاش نکنند پیش از اعلام نتیجه انتخابات کشور را به بحران بکشانند. این فعالان از کمیسیون‌های انتخاباتی نیز می‌خواهند که در کار رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و اعلام نتایج انتخابات صادقانه عمل کنند و به نگرانی‌های نامزدها درباره روند انتخابات هم پاسخگو باشند. شماری از فعالان مدنی در هرات در یک گفتمان ویژه انتخاباتی تاکید می‌ورزند که هرچند اعتراضهای مدنی حق شهروندان کشور است اما ادامه این اعتراضها پیش از اعلام نتیجه انتخابات باعث خواهند شد
بازارها در کشور در حالت رکود قرار گیرند و شهروندان با آینده کشور بی‌باور شوند. یک روندی که صلح ایجاد کنه بین از این تنش ها کاسته بشه، در حقیقت دیگر به حساب بحران دیگر به این بحران افزوده نشه. امیدوار هستم که نهادهای انتخاباتی روند انتخاباتی را جدی بگیرند و قانونمندانه حرکت کنند و وضعیتی که احساس میشه داره به بحران میره مهار شه و همچنین نهادهای حکومتی افغانستان و نهادهای بین المللی میخواهیم که به خاطر اینکه افغانستان و مردم افغانستان دوباره بدبختی ها و بحران های سابقه را تجربه نکنند به این وضعیت خاتمه بده. در همین حال شماری از شرکت کنندگان این برنامه میگویند که عملکردهای غیر شفاف کمیسیون های انتخاباتی باعث شدند دسته های انتخاباتی به عملکرد این کمیسیون ها کم باور شوند، اما تاکید می‌ورزند که باید دسته های انتخاباتی اجازه دهند پیش از اعتراض های مدنی انتخابات روند قانونیش را طی کند. ما امیدوار هستیم مطابق با قانون انتخابات هر شکی که از طرف کاندیدا صورت میگیره قانونا کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است به رفع شک و اعتراض کاندید بپردازد و ما امیدوار هستیم در صورتی که به این قضیه پرداخته شود اعتراضات مدنی هم فروکش خواهد کرد. شرکت کنندگان این برنامه هر دو دسته انتخاباتی را به خویشتنداری فرا می‌خوانند و از نامزدان دور دوم انتخابات می‌خواهند که چالش‌های به وجود آمده درباره انتخابات را از راه گفتگو حل کنند. تا لحظات دیگر تعهد نخست وزیر پاکستان به بیجا شدگان وزیرستان. با ادامه خبرها خوش آمدید. نخست وزیر پاکستان به بیجا شدگان وزیرستان شمالی تعهد می اسپارد که روزهای سخت بسیار زود پایان خواهد یافت. نواز شریف امروز از یک اردوگاه بیجا شدگان در وزیرستان شمالی در شهر بنو دیدار کرد و خودش را از مشکلات آنان آگاه ساخت. از زمان آغاز عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی تا اکنون ده‌ها هزار تن از باشندگان این منطقه آواره شدند. نمایشگاه تازه بتمن امروز در کالیفرنیا گشایش یافت. این نمایشگاه که به افتخار 75مین سالگرد بتمن گشایش یافت، در آن برخی از وسایل سلسله فیلم‌های بتمن به نمایش گذاشته شد. تا لحظات دیگر انتقاد از رئیس جمهور از بحر تأخیر در توشیح قوانین منع پولشویی و جلوگیری از تمویل توریسم. با ادامه خبرها خوش آمدید. پس از تایید قوانین منع پولشویی و جلوگیری از تمویل توریسم، حالا رئیس جمهور کرزی از بحر تأخیر در توشیح این قانون انتقاد می شود. شمار از آگاهان اقتصاد می گویند که حلقه های مافیایی دور بر رئیس جمهور کرزی و بی‌پروایی آقای کرزی بر شرایط جامعه جهانی از علتهای تأخیر در توشیح قوانین منع پولشویی و جلوگیری از تمویل توریسم هستند. از سوی هم مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع با استقبال از تصمیم اخیر نهاد مالی مبارزه با پولشویی در برابر افغانستان می گویند که جلوگیری از رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه روابط بانکی سبب بهبود وضع نظام بانکی و توسعه بازرگانی در کشور خواهد شد. هرچند افغانستان تا 4 ماه دیگر وقت دارد تا قوانین منع پولشویی و جلوگیری از تمویل تروریسم را طی مراحل و از رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه روابط بانکی با جهان جلوگیری کند، اما شمار از آگاهان اقتصاد تأخیر 3 ساله در ایجاد تعدیلات در این قوانین را به دوش رئیس جمهور می‌گذارند. مسئولیت اصلی را رئیس جمهور داره، چرا شما می‌بینیم در یک فامیل رئیس فامیل مسئولیت اولی را به عهده داره. ما فکر میکنم که رئیس جمهور در حلقه مافیا گیر مانده در ظرف اینمی 13 سال و رئیس جمهور هم نمیخواهد که به اصطلاح به خاطر حفظ قدرت در مقابل این مافیا به اصطلاح اقدامات را به عمل بره. از سوی هم مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع هرچند به تعویق افتیدن فیصله نهایی نهاد مالی مبارزه با پولشویی در قبال افغانستان را به سود اقتصاد کشور می‌دانند، اما به باور آنان اگر افغانستان قادر به عملی ساختن این قوانین نشود، بازم رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه روابط بانکی بعید نخواهد بود. دا به اقتصاد باندې ښه تاثیر وکړي، په تجارت باندې تجارت په ډیروالو کې د تجارت هغه موانع چې موجود دي هغه به د منځه یوسي. اما هغه څه چې قابل د درک دي هغه دا دي چې دا قانون کې موږ مکلفیت لرو د قانون په تطبیق باندې
دنیا زمونږ نه د دې قانون تطبیق غواړي که دا قوانین وضع شو تنها به دې نه کېږي چې قوانین توشیح شو دنیا یې تطبیق غواړي که عملی کول یې غواړي. گفتنی است که نزدیک به 3 سال از روند تعدیلات در قوانین منع پولشویی و جلوگیری از تمویل تروریسم می‌گذرد. هرچند بر بنیاد شرایط 40 جمع نوع نهاد مالی مبارزه با پولشویی، افغانستان باید نخست قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را تصویب و توشیح می‌کرد، اما به علت‌های نامعلوم این قانون با وجود تصویب زود هنگام از مجلس نمایندگان هنوز از سوی رئیس جمهور توشیح نشده است. و با گفته رئیس بانک مرکزی که در نشست فتح شرکت کرده بود، توشیح نشدن قانون جلوگیری از تمویل تروریسم یگانه علتی بوده است که جامعه جهانی نخواست تصمیم نهایی را درباره افغانستان بگیرد. و حال مرور بر چند خبر. عبدالله با شمار از هوادارانش در اعتراض با آنچه کاربرد تقلب‌های گسترده انتخابات گفته شده از راهپیمایی کردند. آنها میگویند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتراضشان ادامه خواهند داد. نتایج نخستین انتخابات بر بنیاد جدول زمانبندی بر روز 11 ماه سرطان اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بیش از 98% برگه‌های نتایج در بانک اطلاعاتی این کمیسیون ثبت شده است. و نمایشگاه تازه بتمن در کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا گشایش یافت. این نمایشگاه به افتخار 75مین سالگرد بتمن گشایش یافته است. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاس. وقتتان خوش.